ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه شام 11 اپریل با نشر یک اطلاعیه ویژه به سمت شهروندان رساند که ویدیوی روز 9 اپریل در شبکه‌های اجتماعی نشر شده درباره بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه ربطی به ابلاغ ندارد، بلکه دو جوان با نظرعلی اسمان از نویه واسه با مقصد قصاص‌گیری مناقشه کردند. و بالای این معلوم شده است که اسمان نظرعلی با اتهام غیر قانونی تیار و پهن کردن موادهای پورنوگرافیا از 19 فوریه سال 2022 تحت جستجوی رسمی قرار داشته است. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه میگویند کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در خط فرودگاه شخصیت هر سه جوان در نوار انعکاس یافته را معاین و در لابلای تحقیق این قضیه یک جنایتکار در جستجوی رسمی قرار داشته را دستگیر کردند. ضمن سنجش معاین گردید که جوانی که گویا مورد ابلاغ قرار گرفته است شهروند نظرعلی اسمان ابراهیمویچ سال تولدش 1993 استقامت کننده نویه واسه جماعت دهات وایسوف دهه باورستان می باشد که سالهای 2017-2018 در قسمت حربی 13483 واقع در نویه واسه ادای خدمت نموده است. ضمناً در نتیجه سنجش معاین کرده شد که نسبت نظرعلی اسمان طبق طلبات ماده 241 قسم 3 بند ب غیر قانونی تیار و پهن کردن مواد یا پردمیت‌های پورنوگرافی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از سحنه دوم ینور سال 2022 پرونده جنایتی تحت رقم 20881 آغاز کرده شده. نظرعلی بنا به سبب به تفتیشات حاضر نگردیدن از سحنه 19 فوریه سال 2022 در جستجوی رسمی قرار داده شده است. عین زمان او در حبس پیشکی قرار داشته مورد تفتیش قرار دارد. گفته می شود در اطلاعیه میلیسای پایتخت بنا به این منبع همزمان در نتیجه سنجش معاین کرده شد که شهروندان سیدوف بیژن سورابویچ سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر بختار ولایت ختلان، حلیمزاده فریدون رستم سال تولدش 1998 استقامت کننده شهر دوشنبه، نویه سینو کوچه مایاکوفسکی با مقصد قصاص‌گیری با دستگیر شده نظرعلی اسمان مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به این حادثه هر دو برای دغلانه ویران نمودن ترتیبات جمعیتی طبق طلبات ماده 460 مای دوباشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده ماموری ترتیب داده شده جزاهای ماموری تطبیق کرده شده است. میلیسای دوشنبه از کل شهروندان مخصوصاً استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی خواسته است که با مشاهده چنین نوارها به هر گونه خبر و آوازه‌های ناصحیح اعتماد نکنند و جهت چاره‌جویی به مقامات میلیسا مراجعت نمایند. ویدیوی کوتاهی که روز 9 اپریل در اینترنت نشر شد موج واکنش‌های را در بین مردم به بار آورد و بسیاری‌ها از مقامات خواستند به چنین شیوه آبروریزنده مجبوراً از کوچه داشتن و برتش بردن جوانان خاتمه دهند.